درود بر شما. 29 آذر ماه 1392 خورشیدی و 20 دسامبر 2013 میلادی. امشب میپردازیم به بابک زنجانی و اقتصاد رانتی ایران. هفته پیش به سعید مرتضوی پرداختیم و گفتیم که اهل میبود یزد کلی ایمیل و پیام فیسبوکی میبودیا فرستادن که آقا تصحیح کنید مرتضوی عمرن مال میبود باشه، مال تفته. خب باش، ببخشید، چه فرقی میکنه؟ بحث درباره زادگاهش نیست، درباره کاراشه، کارای آقای مرتضوی و امشب کارای آقای زنجانی. به هر حال امشب پرده آخرم خواهیم داشت. یک شنبه پیش 24 آذر در نشست شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر مسکن مجوز برج‌سازی در منطقه از تهران با عنوان پروژه ایران زمین متعلق به بابک زنجانی لغو شد. بابک زنجانی هم زود در فیسبوکش نوشت پروژه ایران زمین با سرعت پیش خواهد رفت. سلیقه و احترام به عقاید مسئولین واجب است، ولی قبلا باید فکر می‌کردن مجوز نمیدادن. بعد 2 سال که 400 میلیارد تومان نقد گرفتن و رأی کمیته دادن، امکان این زورگویی‌های سیاسی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران ایرانی را به خاطر قدرت نمایی نمی‌توانند به چالش بکشند و یادآوری می‌کنیم سورینت، یعنی شرکت بابک زنجانی، اجازه زورگویی و حرف غیر منطقی به هیچ کس نخواهد داد. این فریاد بابک زنجانی است. فریاد کشیدن سر مسئولان نظامی که در عرض 15 سال او رو در جایگاه یکی از 5 پولدار نخست کشور نشوندن. بابک زنجانی میگه آقا چه خبره؟ استفاده ها رو کردیم، حالا من مهره سوخته شدم. عصبانیتی است که میگه جلوی زورگویی سیاسی و قدرت نمایی وامیستم. حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی میگه من ایشان را، یعنی بابک زنجانی رو، پیشانی یک جریان میدانم و تأکید دارم که دیگران روی ایشان سرمایه گذاری کردند و شاید هم حاضر شوند ایشان را قربانی کنند. او مهره سوخته یک جریان است و وظیفه رسانه‌ها شناسایی پشت پرده ماجراست. البته من ایشان را نماینده هیچ یک از نهادها و ارگانهای رسمی و غیر رسمی نمیدانم و افرادی با سابقه گاهی هم به طور شخصی با او همکاری داشتند، اما اینکه میبینیم این روزها بابک زنجانی با وجود بدهی میلیارد دلاری و دهها سند قلابی آزاده است و به کسی هم جوابگو نیست از عجایب روزگار است. بابک زنجانی خودش میگه متولد 1974، یعنی 39 سالشه. مشهور است که در شمار 5 ثروتمند نخست ایرانه. سالها برای قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران کار کرده. در عرض 15 سال صاحب حدود 70 شرکت مالی و ورزشی و صنعتی و بازرگانی شده. میگه 25,000 میلیارد تومان حجم داراییمه ولی بیش از 30,000 میلیارد تومان بدهی دارم. یعنی آقای بابک زنجانی اگه همه داراییش هم بده بابت بدهیاش، بازم 5,000 میلیارد تومان بدهکاره که دیگه پولی نخواهد داشت که اون بدهی‌ها رو بده. چی جوری میشه من نمیدونم، مسئولین محترم حتما جواب میدن. و میگه حالا میخوام باشگاه پرسپولیس رو بخرم. خودش هم قیمت تعیین میکنه، 200 میلیارد تومان نقد. ظاهراً واگذاری سرخابی‌های پایتخت که چند سالیه بیش از اینکه به واقعیت نزدیک باشه در حد حرفه، این بار در آستانه اجرایی شدن و این موضوع امیدواری رئیس سازمان خصوصی سازی رو هم در پی داشته. امیدوارم که تا پایان سال بتونیم حداقل یکی از این باشگاه‌ها رو 80% رو عرضه بکنیم. اگر این خصوصی سازی پرسپولیس به عمر این آقا بابک قد بده، ایشون دست به نقد جیلینگی میخرن پرسپولیسو. بفروشن خودتون تمایل دارید که بخرید تیم پرسپولیس؟ احتمالاً این اتفاق بیفته. اگر مسبب بشه که پرسپولیس واگذار بشه، احتمال داره این کار بشه.
از خصوصی سازی که احتمالاً چندین سال بحثش ادامه داره بگذریم، صداقت آقا بابک ما رو کشته. مثلا اینکه ایشون به خبرنگار ما راستشو گفتن که در ماه چندر غاز به کارمنداشون حقوق میدن. 29 میلیارد حقوق میدید ماهانه، اونم صد داره. بله اون که درسته. 29 میلیارد تومان حقوق میده ماهانه به چند نفر؟ خودش میگه 17,000 تا کارمند و کارگر داره. این 17,000 تا آدمو یاد مجموعه امیر منصور آریا میندازه که اونم 17,000 تا کارمند و کارگر داشت و به اتهام اخلال در امور اقتصادی کشور و رشوه دادن و چند اتهام دیگه که متهمان و وکلاشون با سند و مدرک تو دادگاه رد کردن بسیاری از اون اتهام‌ها رو، مثل فرار از پرداخت بدهی به سیستم بانکی کشور. مهافرید امیرخسروی صاحب این مجموعه و چند تا دیگر رو گرفتن، به 4 تاشون از جمله خود مهافرید حکم اعدام دادن. 6-7 هزار تا از کارمنداش هم تا حالا اخراج کردن. بابک زنجانی نه این اتهاما رو داشته و داره، نه کسی مزاحم کارش شده. چند بارم به عنوان صادرکننده نمونه کشور از رفسنجانی و دیگران جایزه گرفته. حقش بوده. بابک زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را آمریکا در آوریل 2013 حدود 8 ماه پیش تحریم کرد به علت آنچه پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اعلام شد. همون وقت دیوید کوهن معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی این خبر را اعلام کرد و گفت ما در رسوا کردن و خنثی کردن تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بابک زنجانی یا هر شریک جرم دیگری در آینده برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوء استفاده از نظام مالی جهانی قاطعانه اقدام خواهیم کرد. چی جوریه پسر کارمند راه آهن طی 15 سال می شود یکی از 5 ثروتمند بزرگ کشور و در فهرست سیاه پولشویان و قانون شکنان بین المللی قرار می گیره؟ بابک زنجانی پدر اصفهانی و مادر تهرانی داره. پدر کارمند راه آهنه، تو همون محله جنوب شهر تهران هم خونه دارن، محله راه آهن. پدر یه پولی جمع میکنه میشه سهامدار TBT، یه خود بعضشون بهتر میشه. از راه آهن اسباب کشی میکنن میرن میدون فاطمی، میدون گلها. بابک تک پسر بوده، 2 تا خواهر داره میگه و میگه که هیچ کمک از خانواده نگرفته. از دوره راهنمایی تو بازار شاگرد طلافروشی بوده به گفته خودش. نمیدونم اگه مدرسه میرفته که بازار عصر تعطیل میشه. حالا بماند. میگه هنرستان برق رفتم و بعدم رفتم سربازی که بعد دوره آموزشی فرستادنم به عنوان سرباز به بانک مرکزی و شدم راننده دکتر نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی. خودش میگه نه پارتی در کار بوده نه چیزی، همینطوری دیدن من مرتبم و خطم خوبه بردنم بانک مرکزی و اونجا هم نمیدونم حتما رانندگیش خوب بوده، شده راننده رئیس کل بانک مرکزی. درباره پیشینش دوستان فیسبوک پیام‌هایی نوشتن که من فقط یکیشو میخونم براتون بدون اینکه قضاوتی بکنم، چون واقعا این نمیدونم که چقدر اینها درسته. آقای امیر، یکی از دوستان نوشتن که آقای امیر نوربخش برادرزاده مرحوم نوربخش منظور همون رئیس کل بانک مرکزیه که فوت کرد، صاحب خانه بابک زنجانی بود و حتی 2 ماه کرایه خانه هم عقب افتاده بود و این خانه در کیش بود و کار بابک زنجانی در کیش خنزر فروشی و یک مغازه کوچک که اصطلاحاً دکه میگن بود. بعد ادامه داده این دوست فیسبوکی تمام این جزئیات را باید از آقای امیر نوربخش بپرسید که برادرزاده دکتر نوربخش مرحوم است. باری بابک زنجانی میگه وقتی خدمت سربازیم تموم شد آقای نوربخش رئیس کل بانک مرکزی 4-5 جا رو انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به اونا دلار میداد تا در بازار پخش کنن، به خاطر اینکه قیمت دلار بالا نره. اون وقتا دلار رسمی 300 تومان بود و بیرون قیمت دلار در حال رشد بود. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه هایی که دارن کار میکنند، یعنی دلار به بازار تزریق میکنن و 4 یا 5 نفر بودن کار کن. به من اعتماد پیدا کرده بود. یک گفتگوی مفصلی است که نشریه آسمان کرده است با بابک زنجانی. اگه بتونیم پیدا کنیم بخونین، گفتگوی بسیار خوبی است و روزنامه‌نگاری که با او این گفتگو رو انجام داده بسیار هوشمندانه و حرفه‌ای این گفتگو رو انجام داده. سوال روزنامه‌نگار: اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع در بازار گرفتی تا قیمت دلار کنترل شود چقدر بود؟ پاسخ: 17 میلیون دلار.
اولین کارمزدی هم که گرفتم 17 میلیون تومان بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد خریدم. سوال: چند وقت یک بار از بانک مرکزی دلار میگرفتید؟ هر روز میگرفتم. هر روز دلارها را در بانک مرکزی میگرفتم و در بازار میفروختم و پول ریالیش را به بانک واریز میکردم. سوال: اینکه دلارها رو با این کارمزد به شما میدادن خودش یک رانت نبود؟ چرا به بقیه دلار نمیدادن؟ روزی 17 میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبود. جواب: نمیدانم، وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود میشود. بابک زنجانی میگه وقتی دکتر نوربخش میمیره 800 میلیون تومان نقد داشتم. بعد میگه رفتم پوست گوسفند میخریدم و صادر میکردم به ترکیه که ورشکست شدم. چند سالشه اون موقع؟ 22 سالشه. چقدر پول داره موقع ورشکستگی بابک زنجانی؟ میگه حداقل 3 تا 4 میلیارد تومان. به خاطر چکای بی محلی که کشیده بوده میفته زندان. 2 سال تو قصر. میشه مسئول فروشگاه زندان. میگه درآمد خوبی هم داشتم. یاد مرتضی رفیق دوست افتادم، برادر محسن رفیق دوست، که تو اولین پرونده اختلاس بانکی کشور که میگفتن پرونده 123 میلیاردی بردن زندان قصر رو، اونم شده بود مسئول فروشگاه زندان که همش میومد بیرون خرید میکرد میرفت و اصلا میگفتن چندان تو زندان پیداش نمیشه. نمیدونم چرا همه اینایی که میشن مسئول فروشگاه زندان وقتی میرن زندان یه همچین گرفتاریایی همشون دارن یا پیدا میکنن. اینم بماند. از زندان که میاد بیرون ممنوع الخروجه. قاچاقی میره ترکیه از راه کوه. وقتی برگشتن دم مرز میگیرنش و تحویل سپاهش میدن. به گفته خودش میگه 15 روز زندان بودم و 50,000 تومان جریمه دادم. در فاصله سال 78 تا 82 83، یعنی تو این 4-5 سال، بابک زنجانی تمرکزش رو میذاره رو شرکت باز کردن تو خارج و مؤسسه به ویژه مؤسسه مالی اعتباری تو ترکیه و امارات و مالزی و تاجیکستان. اسمای این شرکت ها البته همه با هم فرق میکنه تا بتونه هر چی میخواد پول تو مؤسسه‌های مالی اعتباری خودش بگردونه از اینجا به اونجا به اونا و با اسمای متفاوت، و اگرم خواست به ایران هم انتقال بده. هواپیمایی قشم و قشم ای رو میخره و بذارین حالا که دارین این عکس‌ها رو نگاه میکنین یک پیامی از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخرم بشنوید. چطور شد که در عرض فقط 30 سال ایده های انقلابی ملت ایران از پوشش های آنچنانی با اوورکوت های سبز آمریکایی و کره‌ای چریکی با ریش و پشم فراوان رسید به صورت اصلاح شده و کت و شلوار آنچنانی؟ ما که قرار بود تا رفع فتنه در جهان انقلابمون ادامه داشته باشد. استفاده ابزاری از زن حرام بود و خارجی ها پست فطرتند. ولی عکس مهماندار خوشگل ایرانی بابک زنجانی جلوی هواپیماش نشانه پیشرفت و تمدن و تکنولوژی و مایه سربلندی ماست. جامعه با این همه تبعیض و نابرابری ثابت کرد که حکومت دینی اسلامی هم یک چیزی در حد کشک است. شروع کار بابک زنجانی با سپاه به گفته خودش از سال 85-86 شروع میشه با مجموعه القدیر، شرکت سرمایه‌گذاری قدیر، سهامداراش اینان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا، صندوق بازنشستگی و پسنداز کارکنان بانک‌ها، بانک صادرات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی. ولی بیش از 50% حدود 56% مال نیروهای مسلحه که یعنی عمدتاً سپاه. از همونجا بابک زنجانی مستقیما با سپاه کار میکنه. میگه یک بار وقتی در قدیر بودم، تو دفتر شرکت القدیر، یکی از زیر مجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آمده بود آنجا و میگفت 40 میلیون دلار پول باید حواله کند اما نمیتواند. سال 89 یک کالایی از خارج کشور خریده بودن، میخواستن پولش را پرداخت کنن که نمیتوانستن. این اولین کارم با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود. این 40 میلیون دلار که رفت، تازه وارد این سیستم شدم. چند روز بعد گفتن این کالایی که ما خریده ایم و شما پولش را واریز کرده ای نمیتوانیم وارد کنیم و خود شما باید وارد کنید. 1-2% به من دادن و رفتم اون کالایی را که خیلی هم بزرگ بود وارد کردم. الله اعلم. کارش با وزارت نفتم از 1 سال بعدش شروع میشه. میگه قرارگاه خاتم الانبیا از نفت طلب داشت. من رو صدا کردن، گفتن چطور میتونی پول رو به این آقایون بدهی؟ گفتم چقدر است؟
گفتن حدود 15 میلیون دلار. ببینید سپاه نفت میفروشه از طریق شرکت نفت، بعد شرکت نفت نمیتونه پولشو بده، یعنی سپاه از وزارت نفت طلب داره، بابک زنجانی واسطه میشه که این طلب وصول بشه. میگه قرارگاه بابت پروژه هایی که برای وزارت نفت انجام داده بود طلبکار بود. آقای دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت چطور میشود پول را به اینها برسانی؟ گفتم من سری و سیر میرسونم. پولتون کجاست؟ گفت فلانجا. که فلانجا میگه کجا، منظورت کجاست؟ میگه الان یادم نیست، چین یا هند یا کره یا جای دیگه بود، درست یادم نیست. من هماهنگ کردم و کمتر از 5 ساعت این پول یعنی حدود 15 میلیون دلار منتقل شد. این کار که انجام شد، آقای دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس خیلی خوشحال شدن و گفتن شما به شرکت ها بیایید و با رئیسمون آقای جشن ساز آشنا شوید. من رفتم آقای جشن ساز مدیر عامل نیکو را دیدم. درباره نیکو که خودشون رو سربرگاهشون رو وبسایتشون اینا می‌نویسن شرکت نیکو، ولی در واقع مخفف دارین می‌بینید دیگه NICO نیکو هست، این مخفف اسم کاملشه که بعد خدمتتون خواهم گفت. به هر حال در ادامه بابک زنجانی میگه در جلسه‌ای که با حضور قزنفری وزیر صنعت و معدن، حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و قاسمی رستم قاسمی وزیر نفت نشستیم، قراردادی می‌بندند که از اون طریق بابک زنجانی پولایی رو که اینا در خارج دارن منتقل کنه. افزون بر انتقال غیرقانونی پول قرار میشه نفت هم بفروشه. سوالی دوست فیسبوکی رو بشنویم باز می‌گردیم. خرید و فروش نفت همیشه مابین دولت‌های صادرکننده و شرکت‌های خریدار است. چگونه بابک زنجانی که نه در دولت کاری است و نه بوده توانسته وارد معاملات بین‌المللی نفت شود؟ چطوری مجلس شورای اسلامی با تصویب بخشی از لایحه بودجه در سال 91 به بخش خصوصی برای اولین بار در تاریخ از زمان ملی شدن نفت تا حالا اجازه داد تا نسبت به واردات و فروش نفت خام و فرورده‌های نفتی اقدام کنه، بخش خصوصی اقدام کنه. اما هیچ کی واردش نشد به جز بابک زنجانی. حمیدرضا حسینی عضو رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرورده‌های نفتی و پتروشیمی میگه افرادی در صندوق بازنشستگی بابک زنجانی را به وزارت نفت معرفی کردند. تا جایی که از سردار قاسمی، صندوق بازنشستگی که میگه مربوط به همون شرکت القدیر مال سپاه، تا جایی که از سردار قاسمی شنیدم ایشان ابتدا یک معامله 600 میلیون دلاری از طریق صندوق نفت با وزارت نفت انجام میدهد و زنجانی در آن معامله خوشقول بوده. بعد سراغ استعلام از نهادهای امنیتی میروند و نتیجه کار مثبت از کار در میآید. بابک زنجانی توانسته بود در انتقال پول به بهانه‌های مختلف کارمزدهای کلانی دریافت کند که گاهی تا 10% از نفتی‌ها و به ویژه پیمانکاران کارمزد دریافت کرده. ایشان چند ویژگی داشته که دیگران فاقد آن بودند. این سوال خیلی از دوستان فیسبوکی بوده که چرا بابک زنجانی انتخاب شده. خلاصه حالا من نمیگم انتخاب شده، این سوال دوستانه که این کارا رو بکنه. عضو رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرورده‌های نفتی و پتروشیمی آقای حمیدرضا حسینی میگه چند تا ویژگی داشته بابک زنجانی که دیگران فاقد آن بودند. نخست، منابع مالی مناسبی جهت شروع کار داشته است. دوم اینکه یک بانک در تاجیکستان و یک شرکت و بانک در مالزی به نام فرست اسلامیک بانک داشته که قادر بوده پول را دریافت و منتقل کند. نکته سوم این که او در داخل کشور از سوی یک لابی قدرتمند حمایت می شده که این جریان پیشتر در بازار ارز با بانک مرکزی همکاری داشته. کیه این لابی؟ کجاست این لابی؟ خیلی ها میگن سپاه. بنده عرض میکنم که این بر اساس نوشته بسیاری از دوستان فیسبوک. اما حالا من ادامه میدم. جریان‌های مختلف هستن میتونن لابیش باشن. که این جریان پیشتر در بازار ارز با بانک مرکزی همکاری داشته و در زمان تحریم عراق در خرید و فروش نفت عراق از مسیر ایران فعال بوده و ایشان را حمایت می‌کرده. بابک زنجانی در ابتدا آدم خوش حسابی بوده و در زمان تحریم‌ها در نقل و انتقال پول درخشیده و این مسائل باعث اعتماد آنان شده است. نکته 4، ایشان تخصص فوق‌العاده‌ای در صدور سویفت و اسناد اعتبار قلابی داشته و با همین سویفت‌ها و اسناد اعتباری شرکت نیکو را راضی کرده که واسطه معامله با نفت شود و بیش از 20 میلیون بشکه نفت که خود بابک زنجانی میگه 24 میلیون بشکه، حدود 10 میلیون بشکه میعانات و 2 میلیون تن مازوت دریافت کند، در حالی که بخش خصوصی موفق نشد یک قطره نفت دریافت کند.
عرض کردم مصوبه مجلس فقط برای وارد کردن نفت توسط بابک زنجانی، صادر کردن نفت برای توسط بابک زنجانی بود، یعنی وارد کردن بابک زنجانی به کار فروش سرمایه ملی مملکت. گزارش باشگاه خبرنگاران میگوید که آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در حاشیه ششمین کنگره اکوسای در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار داشت بابک زنجانی در زمان تحریم اقدام به خرید نفت از شرکت نیکو به مبلغ 2 میلیارد و 60 میلیون یورو کرد. البته اینکه گفته شود به دلیل تحریم امکان واریز وجود نداشت، باید بگویم تحریم میتواند بهانه‌ای برای آقای بابک زنجانی باشد. بر اساس گزارشات دیوان محاسبات باید این مبلغ به حساب فیمابین شرکت نفت واریز میشد، اما بابک زنجانی اقدام به واریز این مبلغ نکرد. بابک زنجانی میگه اصلا تا حالا با وزارت نفت کاری نکرده. حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم، اصلا رابطه تجاری با وزارت نفت نداشتم. در خارج از کشور یک شرکت هنگ کنگی که زیر مجموعه وزارت نفت بوده و در هنگ کنگ به ثبت رسیده بوده، برای اینکه بتونه نقل و انتقالات و دریافت پول و فروش محصولش رو در خارج از کشور سرانجام برسونه، باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حسابی افتتاح می‌کرد و فعالیت می‌کرد. خب با توجه به تحریم هایی که نسبت به این شرکت ها وجود داشت، خب هیچ بانکی حاضر نبودش که خدمات بده به این شرکت. از اونجا بودش که من کمک کردم این شرکت هنگ کنگی نزد یکی از بانک هایی که من در اونجا فعالیت داشتم حساباشو باز کرد و ترانزکشن های مالیشو انجام میداد. خب LC هایی به سمت این بانک باز شد، LC ها مدت دار بودن، محصول نفت به مشتریان داده شده از طریق خود شرکت هنگ کنگی، نه از طریق ما، مستقیما به اونجا محصول ارسال شده و در زمان خودش هم سررسید LC ها وصول شده و این مبالغ به حسابی که خود شرکت هنگ کنگی اعلام کرده و LC رو دریافت کرده بود واریز شده و عین مبلغ تا 1 یورو آخرش دریافت شده و به حسابای شرکت هنگ کنگی واریز شده. منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه ای مهمتر هستش. همونطور که گفتم به عنوان یه بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنیم، حتما نخواهیم گذاشت که حتی 1 یورو این پول مشکلی براش پیش بیاد. همین الان در حسابهای وزارت نفت موجود هست و در خود بانک موجود هست. برای انتقال این موضوع مشکل هستش، هیچ بانکی جرئت نمیکنه که بیادش این ترانزکشن رو انجام. ما باید انشالله یک راهی رو پیدا بکنیم که این مبالغ به غیر از این حسابهای تحریمی که اعلام میشه و قانونی هستش انتقال پیدا بکنه. یه راه دیگه صریح داره میگه دیگه، یه راهی رو پیدا کنیم که بجز این راههای قانونی باشه. بانک خودش که ازش صحبت میکنه مشمول تحریم بین المللی است، در مالزی است به اسم نخستین بانک اسلامی. مسئولان حکومت و مشخصا وزارت نفت برخلاف سخن آقای زنجانی که میگه اصلا من با وزارت نفت کاری نداشتم، میگن بابک زنجانی از شرکت نیکو نفت گرفته. شرکت نیکو مال وزارت نفت، شرکت نفت ایران اینترترید که مخففش میشود نیکو یا گفتم نیکو می نویسن، به عنوان نماینده خارج از کشور و تابعه شرکت ملی نفت ایران سال 1991 تو انگلیس ثبت میشه. بعد سال 2003 دفتر مرکزیش منتقل میشه لوزان سوئیس که الان اونجاست. همه شرکت‌های تابعه‌اش هم از سال 2012 مشمول تحریم‌های آمریکاست، از جمله اون شرکت یا بانک هنگ کنگی که بابک زنجانی الان شنیدین اشاره کرد، اونم مال خود نیکوه. حالا همه اینا به کنار، بابک زنجانی میگه با وزارت نفت کار نمی‌کرده، ولی تو همون مصاحبه با نشریه آسمان که خدمتتون عرض کردم که مصاحبه ارزنده است، خبرنگار ازش میپرسه چه کسی به شما گفت که نفت بفروشید؟ پاسخ آقای بابک زنجانی: آقای وزیر نفت، آقای قاسمی گفتند، آقای جشنساز گفتند، رئیس نیکو.
در کارگروه هایی که می نشستیم از همه نهادهای مسئول بودن، همه دنبال این بودن که بشود منابعی پیدا کرد. منم اعلام آمادگی کردم که شاید بتوانم برای نفت مشتری پیدا کنم و همون این عکس آقای جشتازه که دارین می‌بینید. و همونجا بابک زنجانی که 24 میلیون بشکه نفت شرکت ملی نفت رو فروختم. حالا سر میزان بدهیش هم دعواست که حالا ما کاری به اون موضوع نداریم. مثلا خود ماجرا بسیار مهمه. برای اینکه این 24 میلیون بشکه رو بفروشه صراحتاً میگه کارهای غیر قانونی می‌کردم. آقای زنجانی سوال، آقای زنجانی فقط فرد یا شرکت ملی نفت که تحریم نبود؟ نفت ایران تحریم است. مشخصات نفت ایران هم مشخص است، در همه جای دنیا قابل شناسایی است. این چه حرفی است که شما میزنید؟ نفت ایران را چه شما بفروشید چه شرکت نفت فرقی نمی‌کند. جواب بابک زنجانی میگه اینم روش داشت. اگر شرکت نفت رو میفرستاد آنالیزش مشخص بود، معلوم بود که مقصدش کجاست. من عملیاتی روی آن انجام میدادم. بابک زنجانی میگه به هر حال این پول که محصول همکاری ایشون در دور زدن تحریم‌ها با وزارت نفت، برخلاف حرفی که میزنن موجوده و فقط به دلیل تحریم‌ها قانونا نمیشه وارد کشور بشه. منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه این مهمتر هستش. همونطور که گفتم به عنوان یه بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی، حتما نخواهیم گذاشت که حتی 1 یورو این پول مشکلی براش پیش بیاد. همین الان در حساب‌های وزارت نفت موجود هست و در خود بانک موجود هست. برای انتقال این موضوع مشکل هست. هیچ بانکی جرئت نمی‌کنه که بیادش این ترانزکشن انجام. ما باید انشالله یک راهی رو پیدا بکنیم که این مبالغ به غیر از این حساب‌های تحریمی که اعلام میشه و عرض کردم دنبال راه‌های قاچاق میگه تو 2 سال گذشته تو همین مصاحبه میگه بیش از 17 میلیارد یورو برای حکومت ایران کارسازی کرده. دلیلی نداره که حالا به قول خودش این تعمونده 2 میلیارد خورده یورو رو بخواد بالا بکشه. بی ربط هم ظاهرا حرف میزنه. میگه اگه سوء نیتی بود 17 میلیارد دستم بود، چرا همه‌شو دادم؟ حالا اگر این سخن آقای بابک زنجانی رو ملاک بگیریم، چرا این آقا الان رفته زیر ضرب؟ کار دولت با بابک زنجانی 2 طرفه بوده. یه نمونهشو بگم، میاد 63% دولت، 63% خورده‌ای بر اساس این سندی که دارین میبینین از نیروگاه آبی تبریز رو میده به تامین اجتماعی به عنوان پرداخت بخشی از بدهیاش. میدونین که خودشون اعلام کردن که دولت 56,000 میلیارد تومان بدهی داره به سازمان تامین اجتماعی. میاد این نیروگاه میده به تامین اجتماعی که قیمتش رو میذاره 2 میلیارد خورده‌ای. میگه حالا این 2 میلیارد خورده‌ای رو صاف میکنیم. بعد از 25 روز میاد نزدیک 2 برابر میفروشتش به بابک زنجانی. 150 میلیارد تومان سود میکنه که البته این بسیار مهمه که همه اینا رو کاغذه. هیچ پولی بابک زنجانی نداده بابت این واگذاری‌ها. معمولا وقتی همچین تفاهم نامه‌ای یا قراردادهای فروشی بسته میشه و پولی رد و بدل نمیشه و فقط روی کاغذ مینویسن، یه جای کار عیب داره. یا داره پولشویی انجام میشه، اصطلاحاً پول کثیف داره پوشش قانونی میگیره و وارد چرخه رسمی بانک و بازار و مملکت میشه، یا هدف دیگه ای دارن. به هر حال بر عهده دستگاه عدل اسلامی است که اینا رو پیدا کنه. اما بذارین اینم بگم که آقای بابک زنجانی هم تو فیسبوکش گله کرده که چرا ما هفته پیش گفتیم که مجانی 138 مؤسسه مهم سازمان تامین اجتماعی داده شده به او. هفته پیش گفتیم پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت بابک زنجانی جهت تضمین اقدامات و انجام تعهدات از طرف تامین اجتماعی 4 فقره چک که بعداً مرتضی میگه 5 فقره چک بوده به همین میزان، یعنی 4 میلیارد یورو به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد دریافت میکند از سازمان تامین اجتماعی که اگر انجام شد معامله آن را برگرداند. بعد از اینکه موضوع تحریم ها مطرح شد و مشخص شد امکان دستیابی به این پول وجود ندارد، تفاهم نامه به هم خورد. از طرف دیگر با توجه به اینکه چک ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد و او این مبلغ را باید برگرداند، اظهار کرده که 2 فقره از این چک ها که 2 میلیارد یورو می شود در اختیار وزارت نفت است از بابت ضمانت بازپرداخت بدهیش. یعنی چی؟ یعنی 4 میلیارد یورو از سازمان تامین اجتماعی گرفته، 2 میلیاردش رو داده بابت بدهیش به شرکت نفت، همون پولی که دعوا سرش میاد چرا نمیده. یعنی از وزارت نفت گرفته بابت بدهی شخصیش داده به از تامین اجتماعی بابت بدهی شخصیش گرفته داده به وزارت نفت.
یعنی ببینید اینا کیان واقعا. مرتضوی در پاسخ کتبی بسیار مهمه این که این همین چکایی که دستش مرتضوی میگه قلابیه. در پاسخ کتبی به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس مرتضوی نوشته است شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریز شده به حساب سازمان در مالزی را به 5 قسمت تقسیم نمود و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن را درج نماییم و به عنوان ضمانت تحویل آنها دهیم. صحبت همون چکاست. این جانب هم به مدیر کل امور مالی گفتم سریعا این کار را انجام بدهد. حال هر تحصیل کرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد میداند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هرگاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل شدن آن برگه چک تلقی می شود. لذا 5 فقره چکی که به عنوان ضمانت از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک باطل می شود. در واقع 5 فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد. اینا رو سعید مرتضوی نوشته به مجلس. مرتضوی میگه که یک چوب کبریت هم حتی به بابک زنجانی واگذار نشده. از اون ور فقط یه نمونه بگم از یکی از مؤسسات واگذار شده به بابک زنجانی که تازه ببینید چه گلی بر سر نیروگاه این مؤسسه زده شده از وقتی که بابک زنجانی دست کم اسمن شده صاحب این نیروگاه. انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به حمید چیچیان وزیر نیرو واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل 44 قانون اساسی دانسته که به خالی شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است. در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده است وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز برخلاف اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شدند. این نامه در 27 مرداد 92 برای وزیر آقای چیچیان فرستاده شده و این شرکتی است که نیروگاه آبی تبریز نیروگاهی است که آقای بابک زنجانی کلی عکس روی فیسبوکش و رو خود نیروگاه هم فکر کنم وبسایت داره کلی عکس هست از زبانی که آقای بابک زنجانی میره افتتاحش میکنه و به هر حال این نیروگاهی است که از شرکت از تامین اجتماعی تحویل گرفته. درباره 138 شرکت تامین اجتماعی که پروندهش خیلی سر و صدا داره میکنه و هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی روش نوشتن و نوشته است که در واقع این 138 شرکت که توش هواپیمای ملی ایران و شرکت کشتیرانی ملی ایران هستند مجانی در اومدن برای آقای بابک زنجانی. سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش هیئت تحقیق و تفحص نوشته است که اصلا شما پرتید و هیچ واگذاری به آقای بابک زنجانی صورت نگرفته. میگه حقیقت مطلب این است که طبق تفاهم نامه قرار شد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهم نامه را در کشور مالزی که تامین اجتماعی می توانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح نماید واریز نموده، سپس به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال گردید و به حساب تامین اجتماعی داخل کشور واریز شد، سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس یعنی قانونی نسبت به شرکت‌های بورسی و از طریق مزایده به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار کند. این همینجا نگه دارین داستانه. میگه قرار بود طبق قانون از طریق بورس و مزایده و اینا این شرکت واگذار بشه. باشگاه راه آهن هم همینطوری واگذار شد. باشگاه راه آهن به عنوان اولین باشگاه ورزشی در ایران در تاریخ 5 خرداد 90 در بورس ایران با قیمت 5 میلیارد و 900 میلیون تومان عرضه شد، اما فروش آن با شکست روبرو شد. در پی فروش نرفتن باشگاه راه آهن، هیئت واگذاری و شرکت خصوصی سازی ایران در جلسه شنبه 11 تیر خود قیمت واگذاری نخستین باشگاه فوتبال کشور برای خصوصی سازی را به قیمت 4 میلیارد و 100 میلیون تومان کاهش داد. چقدر کم شده؟ ببینید میرن اول که بعد میگن هواپیمایی فراز قشم برای خرید اون پیش قدم شده، در سال 91 مالکیت اون به عهده گرفت. یعنی 2 بار تو بورس با فاصله اندک مطرح میکنن تا بتونن با 1.5 میلیارد تومان کاهش قیمت واگذارش کنن. اینجوری از طریق بورس و مزایده در این شهر شلوغ اموال دولت واگذار میشه.
خب چه می شود که بابک زنجانی می شود بابک زنجانی و بابک زنجانی هایی هستند که شاید مطرح نشده باشند به دلایل سیاسی؟ مهمان امشب برنامه های دکتر جمشید اسدی هستند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای دکتر اسدی سلام، خوش آمدید به این برنامه. با درود بر شما جناب فلاحتی، سپاسگزارم منو پذیرفتید. با درود فراوان خدمت هم‌میهنان عزیز فارسی زبانان. جناب اسدی خواهش می‌کنم نخست همین پرسشی که بنده مطرح کردم رو بفرمایید. با توجه به وضعیت مشخص بابک زنجانی و دیگران، آیا این صحبت هست که آیا بابک زنجانی از جایی، من عرض کردم از یکی از مسئولان دولتی حتی، که او آیا مورد حمایت لابی قدرتمندی در داخل حکومت بوده است؟ بدون شک. منتها اجازه بدید با مقدمه پاسخ خودم و خدمتتون عرض بکنم. من سالها پیش، زمانی که گرفتاری مشابهی برای سرمایه‌دار جوان دیگری، شهرام جزایری عرب، پیش آمد، مقاله‌ای نوشتم به نام من دفاع میکنم از شهرام جزایری عرب. بدیهی است که پیام اصلی آن نوشته این نبود که از کسی که این همه جرم به دنبال او دفاع کنم، بلکه از این هراس داشتم و امروز در مورد آقای زنجانی از این هراس دارم که با محکوم کردن این افراد نظام فاسد از زیر ضرب انتقاد رها بشه و این در حقیقت کاری است که دارن میکنن. اشاره میکنم باز هم به مقاله‌ای که همین چند روز پیش نوشتم به نام محمود احمدی نژاد، مقصر قربانی. ببینید جناب فلاحتی، دو جور تقلب ما داریم. یک تقلب هست به علت کژی رفتاره. مثلا در یک نظام دموکراتیک یک نفر رأی میخرد برای اینکه بتونه یک کاری بشه، یا یک عده‌ای رو با پول برای دادن یک مناقصه‌ای میخرد. خب این یک تقلبه. اما یک تقلب هست نظامی است که کژ بنا شده است و شما چاره ای ندارید برای ادامه حیات برای اینکه کژی بکنید. مثلا تمام بینندگان عزیزی که امروز دارن برنامه ما رو میبینن دارن تقلب میکنن بنابر قانون جمهوری اسلامی که دیدن برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای جرم است. خب همه دارن تقلب میکنن. اما آخه این نظامی است که تقلب رو نهادینه کرده است و طور دیگری نمیشه رفتار کرد. تمام خویشاوندان من و شما که مثلا در مجالسی به رقص و پایکوبی میپردازن و تا صدای پاسدار شنیدن باید اینها رو ببندن، دارن تقلب میکنن. اما دلیل نظامی است که تقلب و نهادینه کرده است و مردم برای اینکه زندگی عادی بکنن باید چنان کنن. در مورد آقای زنجانی، آقای دکتر اسدی معذرت میخوام، این مثال خوبی زدید درباره وضعیت در واقع تقلبی که اپیدمی اجتماعی عمومی می شود بر اساس نظام در واقع کارکرد نظام حاکم. ولی برای اینکه مقدار جهت پیدا کنه دقیق تر با وقت محدودی که داریم، که رابطه سرمایه‌داران کلان و در ایران با حکومت یا اصلا با اقتصاد جاری و در کشورهای دیگه بدانیم، بشود این تفاوت ظریف و البته بسیار مهم و شما روشن بفرمایید. اجازه بدید که یک سوالی از یک دوستان فیسبوکی است بشنویم و باز بگردیم و شما بفرمایید. خواهش میکنم. وجود سرمایه‌داران کلان توی همه کشورهای دنیا رایج است، اما چرا توی ایران هر کسی که سرمایه‌دار کلان است با نظام ایران دستش توی یک کاسه است؟ بفرمایید آقای دکتر. این سوال هوشمندانه را هر بیننده‌ای کرده است، پاسخ را هم در همان پرسش گذاشته است. ببینید وقتی کسی در یک اقتصاد بازاربنیاد و آزاد به سود میرسه، مثلا مثل کسی که مایکروسافت رو درست کرده، مثل اپل رو درست کرده، این در مقام رقابت است و اگر فایده و سودی که از طریق کالای خودش به مشتری میرساند کلان نباشد، او هم به سود کلان دسترسی پیدا نمی کند.
کما اینکه میبینید بعد از این آدمهای بزرگ و مخترع، ادیسون بگیرید که خودش یک کارآفرین بود، بیل گیتس رو بگیرید که کارآفرین بود، استیو جابز رو بگیرید که کارآفرین بود، هانری فورد رو بگیرید که کارآفرین بود، صنیع الدوله رو در کشور خودمون بگیرید که کارآفرین بود. زندگی در این کشورها بعد، پیش و پس از این کارآفرین ها تغییر کرده. ببینید زندگی ما با مایکروسافت و کامپیوتر چقدر تغییر کرده. این مال این کشورها. بریم سراغ کلان سرمایه دار، ترجیح میدم بگم کلان پولدار در کشور خودمون. اینها در اثر رقابت نیست، در اثر گرفتن انحصاره. یک انحصاری رو میگیره، هیچ کس دیگه نمیتونه رقابت کنه. این انحصار اولا زندگی ما رو عوض نمیکنه. ما با انقلاب اسلامی، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصادی است اگر بدتر از گذشته نباشه بدون شک بهتر نیست. گسترش خط فقر رو نگاه کنید، چه اختراعی شده است، چه صادرات صنعتی از ایران در کل دنیا صورت گرفته است. پس این تفاوت اول با کارآفرین در کشورهای بازار بنیاد است که اونجا زندگی تغییر میکنه. کسی که با فورد خیلی پولدار شد اما زندگی در آمریکا و بلکه در جهان تغییر کرد، یک اختراعی آورد. همینطور با بیل گیتس، همینطور با در ایران چه عوض شده است با این پولدارها؟ هیچ، مگر اینکه این باعث فقر و بدتر شدن اوضاع اقتصادی شده است. مورد دوم، این نه در اثر رقابت و کاردانی بلکه در اثر انحصار صورت میگیرد. یعنی انحصاری رو این کسی که قرار است پادو بشود تا بعد پولدار بشود میگیرد، در ازای اون به پولی که رسید پس میده. در تمام مثال هایی که میزدید اگر وقت بود یک به یک اشاره میکردم. یک پولی رو آقای زنجانی به دست میاره، اینو باید به کسانی رو که این امتیاز و انحصار رو بهش میدن پخش بکنه. غیر از این شدنی نیست. این در اقتصاد بازار بنیاد با مشتری پخش میشه. امروز ببینید عقب رفتن خط فقر در دنیا، در جهان به علت گسترش یک اقتصاد رقابتیه. هر جا که اقتصاد انحصاری باشد، آن چیزی که صادر میشه کالا نیست بلکه مردم محتاج و نیازمندن. پس این برای اینکه مختصر صحبت بکنم، پاسخ به این پرسش بسیار متین که پاسخ هم در خودشه این است که تفاوت در این است: یک، در اقتصاد بازار بنیاد در اثر رقابت است که کارآفرین پولدار میشه، چون سود میرسونه به مشتری و مشتری هم میخره. دوم اینکه وضع کشور تغییر میکنه، اشتغال بالا میره، صادرات بیشتر میشه، خط فقر عقب‌تر میره، مردم ثروتمندتر میشن. خب این که در کشور ما نشده. یعنی کارآفرین در اقتصاد بازار بنیاد پولدار میشه، اما به تبع او بسیاری از کسای دیگه هم نانی بر سر سفرهشون میاد و خط فقر عقب‌تر میره، درآمد سرانه بالاتر میاد. اما در کشوری که چنین نیست. اجازه بفرمایید آقای دکتر که پرسش دیگری رو بپرسیم که همینجوری بحث دقیقی رو که شما داریم میفرمایید بتونیم ادامه بدیم. با سلام، لطفاً از مهمان برنامه بپرسید که بابک زنجانی با تیم احمدی نژاد به این سرمایه دست پیدا کرد یا کسان دیگر هستند که ایشان را حمایت می‌کنند. آقای دکتر خواهش میکنم. فوق‌العاده سوال، بسیار سپاسگزارم. ببینید برای نه آقای احمدی نژاد، نه آقای رفسنجانی، نه کسان دیگه، نه، این درست علت گیر افتادن این آدم هم همین است که با محافل سیاسی قدرت بگیر و بستان دارن، بنابر پویایی که در پاسخ به پرسش پیشین خدمتتون عرض کردم، اما آدم اونها نیستن. از همین سوز که وقتی تیم دیگری میآید آدم‌های تیم رقیب رو میتونه به گرفتاری بندازه. مثال‌ها فراوانن، از همین آقای شهرام جزایری عرب بگیرید تا آقای پالیزبان که به دلیل دیگری گرفتار شد، تا بسیاری از سرداران سپاه که مورد افشای آقای احمدی نژاد قرار گرفتن، آقای احمدی نژادی که خودش امتیازهای دیگری به سرداران دیگر سپاه داده بود، تا آقای بابک زنجانی. نه، آقای بابک زنجانی مهره نیست. اینطور نیست که مثلا کسی گفته باشد آقا من آدم سیاسی هستم، شما برای من
کارگزاری اقتصادی بکن پول بگیریم. نه، این آدم حتما بودی داشته از خودش. حتما اگر در یک اقتصاد بازار بنیاد بود شاید واقعا یک کفایت‌های استثنایی داره آقای بابک زنجانی. اما در این شرایط باید با این تیم اقتصادی، با این تیم سیاسی کار بکنه، با این محفل قدرت کار بکنه وقتی که این محفل قدرت بر سر کاره. اما اگر اوضاع عوض بشه این امکان هست که محفل دیگه اینو به دامش بندازه. در نتیجه میبینید که در مورد آقای زنجانی گفتن که دوست آقای مشایی بود، از طریق او اومد و در عین حال با آقای لاریجانی نشست. خب این دو تا اردوی مخالفن. هر دو این اتفاقا صورت گرفته. حالا با آقای مشایی خاص نمیدونم، اما با تیم آقای احمدی نژاد بدون شک صورت گرفته. آدم هیچ کدوم نیست، اما بدون این آدم ها نمیتونه کسب ثروت بکنه و از همین رو هم هست که بعضی وقتا از این تیم ها چون این آدم هایی رو تا پای تعقیب و زندان میکشونن. باز هم عرض میکنم مثال ها فراوونه. فعلا به این دو مورد آقای شهرام جزایری عرب و آقای بابک زنجانی اکتفا کنیم با توجه به کمبود وقت. حالا پرسش بعدی در همین رابطه است. چه فرقی بین بابک زنجانی و امثال شهرام جزایری ها و مهافرید خسروی ها وجود دارد که آنها که در برابر ایشان جرم کمتری مرتکب شدند اما به حبس‌های بلند مدت و یا اعدام محکوم می‌شوند، ولی ایشان راست می‌چرخد. ایشان به کجا وصل است که آنان نبودند؟ خب بفرمایید آقای دکتر. البته من یه نکته رو قبلش عرض بکنم که یک داوری هم بود در پیام این بیننده عزیز که نوشته بودن آنها که جرمشان کمتر است نسبت به آقای بابک زنجانی که اصلا در خود واژه جرم مجرم بودن اینها یک مقدار بحث بی تردید هست با توجه به کارکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و بعد هم این مقایسه یه مقدار به هر حال سنجیده نیست. بفرمایید آقای دکتر. ببینید اگر نکته در این پرسش هست احتمالاً من متوجه نشدم. اگر اون پرسشی رو که من متوجه شدم در پاسخ به پرسش پیشین دادم، شاید نکته است که من متوجه نشدم، اما اجازه بدید این نکته رو من عرض بکنم. ببینید خواهش میکنم بیننده عزیز و بینندگان عزیز به این تمیزی که من بین دو تقلب دادم توجه بفرمایید. یه وقتی هست شما در یک شرایط عادی، مثلا شما یک مسابقه قراره بدید، همه چیز عادلانه است و شما تقلب میکنید. خب متقلب هستید در این شرایط، یا من هستم اگر چون این کاری بکنم. یک وقت هست بنا تقلبی است، یعنی میگویند مثلا اگر بخواهید شما وارد مقطع بالاتر دانشگاه بشید باید سر نماز دیده بودیمشون، در فلان جلسه دانشجویان خط فلان دیده باشیم شما رو. خب شما ممکن است برای اینکه تحصیلتون بگذره برید اونجا، تقلب کردید، یا با خودتون تقلب کردید یا با اون تقلب کردید. اما این تقلب فرق دارد با نوع اول. زندگی رو بر مبنای تقلب گذاشتن. شما الان این تلویزیون رو دارید میبینید، نوعی تقلب است در جمهوری اسلامی. ولی خب وقتی مبنا نظامی شده از متقلب، خب جور دیگه نمیشه زندگی کرد. آقای بابک زنجانی نمیتواند بدون حق و حساب دادن به چنین ثروتی در نظام جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کند. شدنی نیست. کما اینکه بدون صلاح دید شورای نگهبان و بیت رهبری کسی رئیس جمهور در مملکت ما نمیتواند بشود. از این نباید نتیجه گرفت که همه پادو و کارگزار مثلا شورای نگهبان هستند، ولی غیر از این شدنی نیست. باید بتواند با آنها کنار بیاید. در مورد آقای شهرام جزایری عرب و بابک زنجانی همین رو باید در نظر داشت. آقای دکتر، یک نکته ای رو که بسیار بوده است در پرسش‌های دوستان فیسبوک، تفاوت با توجه به این که مرتضی رفیق دوست بوده و شهرام جزایری بوده است و اینها، ولی خب با فاصله زمانی طولانی هر کدوم از اینها در واقع پرونده‌ای براشون ساختن و از پرده کاراشون برون افتاد. درست یا غلط؟ اجازه بدین یک سوال دیگری رو بشنویم، بازگردیم در همین زمینه. چرا دامنه فسادها در این چند سال گسترده تر و در عین حال علنی تر شده است؟ چرا قبلا پنهانتر بود؟ چرا رهبر وارد ماجرای فسادها نمیشه که با فتوایی همه مفسدین دستگیر بشن؟ آقای دکتر اسدی خواهش میکنم.
بله، چرا مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین وارد چنین نزاعهایی نمیشوند؟ برای اینکه نظام فرو میپاشد. ببینید یک تعادل در بی‌ثباتی در این نظام وجود دارد بین امتیازهایی که آقای احمدی نژاد مثلا میدهد و میگیرد، مثالها فراوان است، و امتیازهایی که در زمان آقای رفسنجانی داده میشد و گرفته میشد. اینو با دلی پردرد عرض میکنم، چون واقعا خواهان آزادی ایشون هستم. اما وقتی که کسانی که رشوه گرفته بودن از آقای شهرام جزایری عرب لیستشو بیرون داده بود همین نظام، آقای مهدی کروبی جزو این لیست بود در این مورد. البته من صمیمانه فکر میکنم که خواهان آزادی ایشون هستم و امیدوارم ایشون آزاد بشن. میخوام عرض بکنم که باز میگردم به این مسئله بدی آقای بابک زنجانی یا آقای شهرام جزایری عرب یا آقای رفیق دوست نیست. نظام بر این پایه است و اگر آقای رهبری بر این مبنای این نظام رهبری میکنن، آقای رهبر ولی امر مسلمین در زمان آقای رفسنجانی بود. اینو من به خاطر عرض میکنم ولی میتونم منبعش رو بعد خدمتتون عرض بکنم. وقتی انتقاد از این شده بود در زمان آقای رفسنجانی، چون اختلافی بین آقای رفسنجانی پیش اومد و زیاده خواهی هایی که سپاه داشت در امور اقتصادی کشور. البته آقای رفسنجانی امتیازهایی داده بودند ولی خب امتیازی که اونا میخواستن بیشتر بود و مقام معظم رهبری در اون تاریخ یک سخنرانی بسیار مشهوری داشتند از اینکه امتیازاتی که در کشور وجود دارد به ویژه بعد از جنگ مهمترینش متعلق به سپاه پاسدارانه. چرا؟ چون سپاه پاسداران رهبر احتیاج داره برای این رهبری خودش، به اون برای اینکه ثبات نظام رهبری بنیاد باقی بماند احتیاج به پشتیبانی اونها دارد. در نتیجه مطمئن باشید که بعد از این هم رهبری در این مورد دخالتی هرگز نخواهند کرد. آقای دکتر اسدی، یک پرسش در واقع اصلی هست درباره همه این بحثایی که می شود. حدود 4 دقیقه فرصت داریم. اصولا اقتصاد رانتی یعنی چی؟ ببینید اقتصاد رانتی بسیار، این هم کاش آقای فلاحتی فرصت دیگری هم بدید برای اینکه بیشتر در این مورد توضیح بدم، چون بحث بسیار مهم است. ببینید همچنان که در کشور ما کسی نمیتواند نماینده مجلس بشود، کسی نمیتواند رئیس جمهور بشود مگر گزینش بشود، مگر از غربال بگذرد. خب اینو که میدونید، شورای نگهبان ما داریم، تازه شورای نگهبان نباشه وزارت اطلاعات داریم، چند جور دوره وزارت اطلاعات داریم، هر کسی نمیتواند بشود. ساده ترینش این است که در مملکت ما مثلا اگر شما شیعه اثناعشری نباشید حتی نمیتونید به مدارج عالی دانشگاهی برسید، چه به اینکه مقام سیاسی داشته باشید در این مورد. تا به اینکه حالا از میون شیعیان هم شما باید اهل فتنه نباشید، اهل اصلاحات نباشید، ذوب در ولی فقیه باشید، همه اینها هست. یعنی یک به شدت گزینشی است. اقتصاد رانتخواری هم همین است. در بخش اقتصاد به شدت گزینشی است. هر کسی نمیتواند سرمایه گذاری کند، هر کسی نمیتواند صادرات و واردات کند، هر کسی نمیتواند در گندم و چای فعال باشد. چه کسی میتواند؟ خب این مثالاشو خودتون اول برنامه زدید در مورد آقای بابک زنجانی. کسی میتواند وارد این فعالیت ها باشد که گزینش شده باشد، نه از سوی شورای نگهبان چون این کار اقتصادی است، از سوی دولت و محافل قدرتی که امتیازی خارج از رقابت آزاد بین همه شهروندان به این آدم رانتخوار میدهند، آدم انحصارگر میدهند. در این مورد مثال هاش هم در ایران فراوان است. از اسکله های نامرئی حدود 70 و چند تا بگیرید، ببینید هیچ کسی امکان سپاه پاسداران و استفاده از اسکله های نامرئی رو در ایران نداره. حتی بسیاری از این ماهواره هایی که بینندگان عزیز هزینه گزافی واسش پرداخته اید، خب فروشنده است، فروشنده اصلیش سپاه پاسداران و شرکت های نزدیک به سپاه پاسداران، چون هر کسی امکان نداره که به این کسب پردرآمد وارد بشه. همچنین است در مورد اینکه چه کسی
دسترسی دارد به ارزهای با قیمت بالا. بسیاری از کسان ثروتمند شدند در زمان آقای احمدی نژاد، کسانی که به ارز قیمت دولتی دسترسی داشتند، به همین سادگی که میرفتن در بانک ارز به قیمت دولتی میگرفتن، 2 خیابون پایینتر به قیمت بسیار زیاد میفروختن. هر کسی نمیتونست بره به اون رقم درشت ارز به قیمت دولتی بخره. این حتی باعث استعفا یا بیرون کردن خانم دستجردی وزیر بهداشت آقای احمدی نژاد شد که به همین مسئله اشاره داشت که چطور هست بعضی ها ارز به قیمت دولتی میگیرند برای وارد کردن زین اسب و ماشین های دولوکس در زمان تحریم و داروها با این امکان مواجه نیستند، چون اینها در اقتصاد راندخاری هستند، یعنی اقتصاد غیر رقابتی، اقتصاد گزینشی، اقتصاد انحصارگران. به لطف خود نظام ما یک واژه بسیار گویایی در این مورد داریم، کسانی که جزو خودی ها هستند. آقای دکتر اسدی، البته این خودی ها فقط نیستن که نفع میبرن از این موضوع. من یک مثالی آوردم در مورد نیروگاه مثلا آبی تبریز. خود دولت هم از این طریق فربه میشه در واقع. اولا دولت رو غیر از خودی ها میذارید؟ نه، حالا منظورم مثلا آقای بابک زنجانی و دولت فرض بفرمایید، یه همچین مقایسه ای رو عرض میکنم. خب ببینید، من کوشیدم همین رابطه رو نشون بدم. ببینید آدم های شریف در دولت فراوانند، فراوان در دولت آدم های شریف فراوانند، همیشه بوده، حالا هم هست. اما آن کسی که امتیازهای انحصاری را برای راندخوار درست میکنه نمیتونه بی ارتباط با اهرم‌های سیاسی و دولتی باشه، شدنی نیست. آخه وقتی شما مثلا انحصار وارد کردن فلان کالا رو میگیرید، غیر از دولت چه کسی اینو به شما میتونه بده؟ این در حقیقت همون تبانی و داد و ستد. ببینید شما در اقتصاد بازار بنیاد داد و ستد بین کارآفرین و مشتری، در دموکراسی رأی دادن و رأی گرفتن بین نامزد است و شهروند رأی دهنده. اما در نظام جمهوری اسلامی بین شورای نگهبان است، یعنی نامزد به جای اینکه جلب رضایت شهروند رو بکنه باید جلب رضایت شورای نگهبان رو بکنه، یعنی امکانش نیست. در اقتصاد کارآفرین بیشتر از آن که جلب رضایت مشتری رو بکنه باید جلب رضایت کسی رو بکنه که این انحصار رو در اختیارش میذاره. شما در فرنگ اگر از اتومبیلتون راضی نباشید 20 تا مارک دیگه هست میتونید بخرید. در ایران این امکانو ندارید. در اقتصاد در واقع اونطور که شما میفرمایید کلان پولداران، البته میفرمایید در سطوح پایین جامعه که مردم مغازه‌دار مجبوره که رضایت مشتری رو جلب بکنه. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. شبتون بخیر در فرانسه. پرده آخر قبل از اینکه پخش کنیم، کلی اومدن و گفتن یخ 20 و چند ساله شکست. بالاخره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم صحبت کردن، وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم ملاقات کردن، یه توافقاتی کردن، کلی کار جدی، انصافاً کلی کار جدی دیپلماتیک که ادب و فرهنگ اجتماعی و سیاسی پشتش بود انجام شد تا این قدم‌ها برداشته بشه. راحت نبود. حالا این وسط رئیس مجلس شورای اسلامی هم اومد اینجوری حرف زد. شما یه توافقی کردید، جرأت دارید این زیرش بزنید تا بهتون بگید چیکارتون میکنید. یه بار دیگه بذاریم ببینیم. شما یه توافقی کردید، جرأت دارید این زیرش بزنید تا بهتون بگید چیکارتون میکنید. شب و روزگار خوش. به ویژه برنامه شب یلدا خوش اومدید. ویژه برنامه شب یلدا شنبه ساعت 11 شب. میزبان ما باشید.